در صحیح مسلم یک حدیث دیگر است، اینم سنجش برای انسانهای دارنده. میگه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم که خداوند در دور حضرت موسی علیه السلام 3 انسانی معذوره، 3 انسان عذرداره به مال دارندگی سنجش کرد. یکی از اونها میگه شخصیتی بود که کسل پوست بود، یعنی پوستش سفید شده بود، مردم ما پیس میگن پوستش سفید شده بود. دیگری از اونها کل بود، سرش مو نداشت. و دیگری از اونها میگه چشمهاش نمیدیدن، عاجز بود، کور بود. اینها هر 3 شخصیت های نادار بودن. ابتدا رب العالمین میگه یکی از ملائکه های مقرب دستور داد، امر کرد، گفت نزد این 3 بنده من برو، از من چیزی که بخواهند تو برای اونها پیشنهاد کن، هر چیزی که بخواهند تو دعا کن، من برای اونها میدهم. از که جبرائیل علیه السلام میگه اومدن به صورت یعنی انسان اومدن، چون جبرائیل ملائکه بودن، اشتباه شد. ملائکه اومدن گفتن من نماینده خداوندم، من خداوند رای کرده است، اگر از خدا هر چیزی که بخواهی من دعا میکنم، خداوند برای تو محیا میکنه. ابتدای ملائکه نزد انسان که کسل پوست بود، یعنی پوست سفید بود، نزد او آمد. گو از خدا هر چیزی بخواهی؟ گفت چیزی نمیخوام، من پوستم سفید است، گفت مردم از من نفرت دارن، همراهی من نمینشینن. میخوام که پوستم زیبا باشه، پوستم مقصد سعد شوه و کسل پوست از من دور شوه. این ملائکه یک مغز کشید، میگه سر بدنش کسل پوست ایوای دور شید. بعد از اون ملائکه پرسید گو از مال دنیا چی چیز دوست می‌داری؟ گفت شتر دوست می‌دارم. ملائکه میگه دعا کر براش، خداوند یک شتر حامله داری نزدیک تولد براش پیدا کرد. میگه ملائکه گفت خداوند مال تا زیاد بگردونه، رفت از نزدش. رفته این شخصیت میگه شترهاش زیاد شدن، یعنی خیلی بای و دولت شتر زیاد کرد. نزد شخصیت رفت که وای موی سر نداشت، انسان کل، موی سر ریختگی. نزد وی رفت، گو من ملائکه هستم، کجا معرفی کرد، خداوند رای کرده است، ای خدا هر چیزی بخوای من دعا میکنم، خداوند برات محیا میکنه. این شخصیت گو که موی سر ندارم، مردم من کل میگن، مسخره میکنن، یعنی میخندن، مذاق میکنن، موی سر میخوام. میگن ملائکه سرش مغز کشید، موی سرش پیدا شد، برآمد. گو از مال دنیا چی را دوست میداری؟ گو گاو دوست میدارم. دعا کرد، میگه خداوند یک گاو حامله دار نزدیک تولد براش محیا کرد. این شخصیت هم میگه رفته مالهاش زیاد شدن. نزد 3م شخصیتی که کور بود، نزد او رفت. او شخصیت گفت که من ملائکه نماینده خدایم، هر چیزی بگوی دعا میکنم، خداوند برات محیا میکنه. این شخصیت گفت که خیلی چشمهام نمیبینن، دنیا در نظرم تنگ و تاریکه، چشم بینا میخوام که ناممکنه. که این ملائکه گفت ممکنه، چشمهاش مغز کشید، میگه بینا شید. گفت از مال دنیا چی را دوست میداری؟ گفت گوسفند دوست میدارم. دعا کرد، میگه خداوند یک گوسفند حامله دار نزدیک تولد براش پیدا کرد. یعنی که هر 3 انسان معذور هم سعد شدن، هم دارنده شدن، مالش از حد زیاد شد. بعد از اون خداوند با همین ملائکه را امر کرد که اکو برا این 3 بنده من سنجش کن. یکمش که من اونها را سالم سلامت چون گرداندم، دویمش که دارنده شو کردم، کو از این مالی که من دادم شون، مثل بعضی بخیل های دارنده های ما، کو درای من صدقه میکنن یا نمیکنن. رب العالمین همون ملائکه را با دستور داد برای سنجش کی بنده های من. ملائکه آمد، این دفعه دوم آمدگیش خش معرفی نکرد، نگفت که من ملائکه هستم، مثل یک انسان مسافر رحمانده. ابتدا نزدیکی آمد، نزد انسانی که یعنی کسلی پوست بود، رواش سفید شدگی بودن، انسان شتردار. بعد آمد گفت من یک مسافر در ره ماندگی هستم. گفت به حق همون خدایی که تو اینقدر پوستی به زیب داده، گفت پوستش مثالش آورد، به حق همون خدایی که تو اینقدر پوستی به زیب داده است، از همین اشترادیت چه برای من بتیده، من سوارشم به منزل مبرم. میگه این شخصیت گفت نه، یکی اشتر بسیاری بده که دادت نمیتونم. گفت بعد گفت بیا بخیلی ممسکی نکن، آخه تو خدا داده است، می اشتر تا هیچ کم نمیشه، قمار زیاد داره. گفت نه. بعد این ملائکه میگه آیسته خچا آشکار کردن گرفت. گفت من تو را میشناختم، در واقع یک کسل، یک انسانی بودی کسلی پوست داشتیش که خطی تو نمیشیشت، نادار بودی، خداوند قدر داده است، یه چه درای خدا ببخش. میگه بدبخت این کار کرد. گفت من در یکم وقت نادار نبودم، اشتراک و ای پشت رکابان عرکابی ای بابی موندگی هستن، میراثم برای من. دروغ گفت، ای بابی موندگی، هرچند مجبورش کرد قصه کوتاه نداد. خیلی گفت نمیتی خداوند را به دستور اوله بگردان، چی رنگی که اول بودی به هم دستور بگردان. رفته میگه شترهاش هم مردن از این، یعنی با دوباره حالت کسلی پوستش پیدا شد، اون حالت اولش به بالاش آمد نزد شخصیتی که گاودار بود، انسان کرد.
گفت که من مسافر هستم در راه موندم، به حق خدا گو یک گاو تا دیدم من فروشم راه پلی کنم برم. این شخصیت هم انکار کرد، به گردن نگرفت، گو یک گاو بسیار مثل بایای ما عذر آورد که کردیت گرفتگی هستم، کردیت هم ندادن از زکات نمیتین. کسی که تو عذر زیاد آور نداد گاوه نداد. بعد آیسته آشکار کرد، گفت که من تو را میشناختم در وقت انسان کل بودی، نادار بودی، خدا داد است. این هم انکار کرد، گفت که من یک وقت کل نبودم، این گاوه بابی موندگم پشت به پشت، یعنی به گردن نگیر. ایش هم دعا کرد، گفت خداوند تو را به دستوری اولت بگرداند. نزد سوم شخصیت گوسفنددار بود، نزد وی رفت، گفت که به این شخصیت که عاجز بود، نابینا بود، این را گفت که به حق همون خدایی که قدر چشمای بزیب داده است، به حق همون خدا گفت یک گوسفندم بتیده من فروشم راه پلی کنم برم. وقتی گفت به حق همون خدایی که چشمی بزیب داده است، میگه این شخصیت از هر دو چشماش میگه آبای چشماش روان شدن. گفت به حق همون خدایی که این چشما را برای من داده است، گفت برای همین گوسفندام چند میخواهی بگی؟ گفت راست میگو، در اصل یک مدت هیچ نور چشم خداوند از من گرفتم، اگر همه گوسفند من بگیری گفت من چیزی نمیگم. بعد این شخصیت میگه خچه آشکار کرد، گفت من همون ملائکه هستم، خوشا به حالی تو که از امتحان و سنجش خدا گذشتی، وای به حال او شریکت که نگذشت. یعنی که رب العالمین دمال در دارندگی انسانهای باید امتحان سنجش میکنه، حرکت کردن در کار که وقتی که خدا داد است در راه خدا ببخشید، تا اینکه از امتحان سنجش پروردگار یعنی که رو سفید سربلند بیرون برای.